سلام، هادی هستم، کارشناس سایت چهره و اخبار فناوری. قصد داریم یک آموزش کارآمد ولی بسیار ساده رو به شما یاد بدیم. توی تلگرام استیکرهای زیادی داریم، از اونا استفاده میکنیم، ولی گاهی اوقات شاید برای ما خسته کننده یا تکراری به نظر برسن. وقتی یه تحول خوبه که اون هم عکسای متحرکه. کار بسیار بسیار ساده ایه، فقط کافیه با ما همراه باشید. برای کسی که میخواین عکس متحرک رو ارسال بکنید، کلمه ادساین گیف رو اگر انتخاب بکنید و یک فاصله ایجاد کنید، به شما میگه که چه چیزی رو میخواین عکس متحرکش داشته باشید. متاسفانه کلمات فارسی رو فعلا پشتیبانی نمیکنه و از کلمات لاتین استفاده میکنه. شما به عنوان مثال کلمه هلو رو تایپ میکنید، لیستی از عکسای متحرک برای شما نمایش داده میشه که شما میتونید هر کدوم از اونا رو انتخاب بکنید و برای دوستتون این ارسال میشه. نکته جالب اینه که این عکس‌ها بعداً داخل گوشی شما، تبلت شما، لپتاپ شما ذخیره میشه. قسمت استیکر رو اگر انتخاب بکنید، یک قسمت گیف بهش اضافه میشه و هیستوری یا اون تاریخچه استفاده شما از اون عکسای متحرک رو نمایش میده. موفق باشین.